خودت چه خیلی حس میکنی وقتی که خط پسر رو میزنی؟ من حس میکنم که من میزنم، من اوجه مقبول میکنم. ای خود باوری داری؟ خودم باوری دارم که میزنم. آینده چی فکر داری در آینده؟ من میخواهم که در آینده همه خیلی برآمده جای اول رو گرفته پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم. در 3 کرات چمپیونی داخلی جمهوری تاجیکستان باشم و 5 کرات چمپیونی آسیا، 4 کرات چمپیون جهان باشم. من سال 2013 در کوبوک جهان در لاتویا برآمد کرده بودم، جای نمایان روشن شدم. و بعد آن سال 2014 در چمپیونات جهان در ایتالیا بود که من در دو نمود موایته و کادینی مشق کردم و جای اول رو گرفتم. و ولی همین مسابقه چمپیونات کوبوک جهان که در آذربایجان بود ولی هم اونا گذشته ما در همین چمپیونات برآمد کردم و پروفسیونال برآمد کردم. همین کار کردم. سعید و شمشیر وقتی که ما داولمون رفتیم در اونجا گفتن بیسته. وقتی اینجا اومدیم با اینا با همین با مورا دعوت کردن که بیارم ولمون دمون شای ولمون برآمد کنه. وقتی در روسیه دعوتش کرد دختری مورا پسرای مورا این شاگردای مورا روسیه دعوت کرد است. وقتی که سال 2014 چمپیونات آسیا بود مورا اونجا معلمای ازبکستان گفتن که بیا پسرتون را بوده ای طرف ازبکستان در امریکا برآمد کنه ما راضی نشدیم. بودید که نمیشه گفت با ما $10,000 تین عمل شای تاجیکستان برآمد کنه $10,000 تین که در امریکا برآمد کنه راست دیگر زور مبین نشم نمیرسید. خیلی ماه 25 تا 31 دکبر در شهر باکوی آذربایجان همین مسابقه ما شده گذشت که همینجا همین شاگردان ما برآمد کردن دو تاش صاحب همین تیتول دو تاش صاحب همین کمربند طلا شد. خیلی ما با روز 2 ینوار با دولت گشتیم به سر بلند ما را خیلی پیشواز گرفتن حرمت عزت خیلی راستی گپ در ناحیه واسه ما را رئیس حکومت پیشواز گرفت. خیلی چیزی که ایدهشون اومد کند با ما توفه داد گلکودا 1,000 سومانی توفه کرد. راست دیگر ما در همینجا اخمون قریب که 80,000 سومون رسخود کردیم. خیلی ما را وعده کردن که یردم میکنیم ولی تو خلی یردم کردگی نیستن. این آوازی راست دیگر ما را این پسر را شاگرده را ما را میره دولت روسیه سخت طلب بود کسی که همین را تین ایمو برآمد کنن. خیلی ما حیران شدگیم که چخیل ما زوده تاجیکستان رو همین روسیه برآمد کنیم. خود همین چیز ما را در پیش خون موندگی هست. اگر مبلغ گذاری نشود شما نیت دارین که از طرف روسیه برآمد؟ خیلی مبلغ گذاری نشد ما چیکار میکنیم دیگر بچه را برآوردن در کار پیش بردن در کار ما دیگر جای شیشته نداریم. ما مجبوریم که جای نباشه ما رفته برآمد کنیم.